اگه عروسی ما شمالیا اومده باشین حتما این خورشت آلوی خوشمزه رو خوردی. حالا این دفعه به جای غذای تکراری این خورشت آلو رو برای مهمونات درست کن. مطمئنم که همه عاشقش میشن. راستی آموزش اون بوقلمون خوشمزه هم داخل پیجم هست. در ابتدا پیاز رو حتما بهاری یا خلالی خورد میکنیم که آلو توش بپیچه و خوشمزه بشه. بعدش سرخ میکنیم. پیاز که طلایی شد آلوها رو بهش اضافه میکنیم. بعد قشنگ تفت میدیم 3 دقیقه. بعد هم بهش ربو اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. بهش 1 لیوان آب اضافه میکنیم تا بهش شوک وارد. بعد هم میذاریم چند تا غل که خورد دوباره 1 لیوان دیگه آب بهش اضافه میکنیم که آلوهامون بپزه. من اینجا 1 قاشق کره محلی هم بهش اضافه کردم و بلا فاصله هم شکر. من 2 تا قاشق ریختم. سلیقه‌ای ترش و شیرین بودنش، ما ملس دوست داریم. بعد که خورش جا افتاد و روغن پس داد 5 دقیقه آخر هم زرشک رو بهش اضافه میکنیم و میذاریم 1 کم دیگه غل بخوره. من 2 تا قاشق زعفرون هم ریخت. اینم از خورشت آلوی جذاب و خوشمزه و خوشرنگ ما که نگم از عطر و بو و مزه‌اش قشنگ کل خونه بوی غذای عروسی شمالی گرفته. من امتحانش کن. من محبوبه هستم. کلی تو پیجم آشپزی و ترفند راحت دارم. ممنون میشم مهمون پیجم باشی.